درود به چنل سارا صبا خوش اومدید. امروز براتون با یه برنامه جدید اومدیم در مورد بچگی بازیگرها و خواننده ها. یه سری عکس بچگی هاشون هم ما انتخاب شده برامون، یعنی بهمون دادن، خودمون هم ندیدیم که کیا هستن. قرار خودمون حدس بزنیم که اینا کیان. 10 تاش هنرپیشن، 10 تاش خواننده، که اولیا خواننده ها هستن که باشون شروع میکنیم. خب عکس اول خیلی تابلوه. کیه؟ امیر تتلیوه. رو تتوهایی رو دست بچگیش انداختن معلومه. من به اونجا اصلا دقت نکرده بودم. راست میگی. امیر تتلو. بعدی اینا هم خواننده ها؟ بله، برادرم هستن. تو حدس بزن. من فهمیدم. سیروان و زانیار. آره این خیلی شبیه سیروان. سیروان و زانیار خسروی. بله. بعدی اینا فکر کنم جوونن خیلی، چون عکسشون یه ذره بروزتر از اون یکی هست. از اینا جوونترن. شبیه چیزه این آرشه. مسی آرش ایپی هم. آره درست. آرش و مسی آرش ایپی با هم داداشن مگه؟ آره نمیدونم. پس چرا عکسای بچگیشون بالا همه؟ نمیدونم. بچه اگه میدونید که مسی و آرش واقعا با هم دیگه داداشن بنویسین. اگرم داداش نیستن که نسبتشون پس شاید دوست هرچی، ولی اگه بچگی با هم بودن احتمالاً یا داداشن یا دوست صمیمی. بعدی اینم خیلی میدونم کیه. این اگه گفتی دنیا. آفرین. دنیا دادرسم. درست. این اگه تونستی حدس بزنی. نمیدونم این کیه. عکسش هم خیلی قدیمیه. خیلی قدیمیه، سنش بالا. هر کیه؟ خواننده سی؟ شادمهر عقیلی. اوه قیافش معلومه. نه بابا، یه ذره صورتش قشنگ معلومه، نگاه ریزه. اصلا مش نمیخوره بعد شادمهر باشه. بچگی شادمهر باشه. اینم خواننده است؟ بله. واقعا؟ آره. کیه؟ نمیدونم. میذار نگاه کنم. حسین توحی. حسین توحیه این؟ آره. اوه اصلا بچگیاشون شبیه الانشون نیست. دیگه من بچگی تو الان شبیه الانته. آره یه ذره. بعد از حسین توحی این هیچ کسه. آره نه بابا. از ابروش به خدا شبیه هیچ کسه. این محسن یگانه است. آره محسن یگانه. محسن یگانه. شبیه هیچ کس به چشم من اومد. خب اینا خواننده هاش بودن. اینو تکونه. حالا میریم سراغ هنرپیشه ها. این که دیگه خیلی تابلو. میشناسمش ولی اسمشو نمیدونم. چیز دیگه. خانم یکتا چی بود؟ یکتا ناصر. خانم یکتا ناصر. خب این امیر حسینه؟ امیر حسین آرمان. امیر دقیقا. نمیشناسم. الناز شاکردوست. تابلو دیگه. دماغش هم حتی عملم کرده هنوز همین شکلی احساس میکنم. چشماش هم که روشنه. این اگه گفتی نمیشناسم. من هم نمیشناسم. بذار چک کنیم. مهراب شریفی نیا. عکس بزرگیاشو داری؟ آره دیگه میذاریم برای بچه ها توی ادیت. عکس بزرگیاشونو میذاریم. اینو که نه گفتی من اینو میشناسم چون عکسشو دیده بودم قبلا. نمیشناسم. احسان علی خانی. چه بامزه بوده. الانش هم بامزه است البته. خب اینم من میشناسم. میشناسی اینا؟ آره. سحر قریشی. اوه اصلا اینا یکی دیگه است. سحر قریشی واقعا بچگیش هم قشنگ بوده، الانش هم آره. قشنگه. این شبیه سحر الان نیست. خیلی زیاد شبیه سحر الان ولی قشنگ معلومه صورتش. اینم خیلی تابلوه به نظر. چیز امین حیایی. آفرین. امین حیایی. این اگه تونستی حدس بزنی. نه چهرهش معلومه. توپلم هستش. حدس بزنید.
من که اسم اکثر بازیگرا رو نمیدونم. یه بازیگر توپله، چشماش روشنه، بهار افشاری. ببخشید، بهار رهنما. بهاره چشاش تیره است اینجا بچه. بخاطر اینکه عکس سیاه و سفیده گلم. اینم خیلی تابلوه. محمد رضا گلزار. گلزارمونه. این بنده خدا نمیدونم، خیلی عکسش بده. خیلی. تنها عکسی که ازش پخش شده از بچگیش خیلی واقعا داغونه. تناز طباطبایی هستن. تناز طباطبایی. بله. ایشون نمیشناسم. پرویز پرستویی. بله. ایشون اینم خیلی تابلوه چون چشماش قشنگ مشخص، اصلا صورتش مشخص. همون که چشاش گربه‌ایه. ترلان پروانه. آره مثلا اسمشون رو میگم نمیدونم. ترلان پروانه. چه خوشگله این. اینم دقیقا شبیه بچگی هاشه به نظرم. نمیشناسم. بهاره افشاری. حالا باید اصلا بزرگیاشون رو ببینم تا بفهمم کدومشونه. و بهاره افشاری و تمام. جالب بود. خیلی ها مثلا نشون میده که حالا عمل جراحی چقدر تاثیر داشته. خیلی تاثیر داشته. حالا تو آقایون کمتر بود چون آقایون همه واقعا همون جوری بودن که بچگی بودن، بزرگم شدن تقریبا همونن دیگه. مثلا امین علی دماغش عمل کرده نمیدونم، بچگیش هم دقیقا همون شکلی بوده. ولی مثلا خانم یکتا ناصر بودش که اصلا هیچ تغییری واقعا نکرد. ولی زیاد هنرپیشه‌های ایرانی میگم اکثرا تغییراتشون طوری بوده که تو بچگی هم همون شکلی موندن اگه بخوای حساب بکنی. میشه تشخیص داد. خب بچه‌ها مرسی که برنامه‌مون رو نگاه کردین. لطفاً لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، دیگه سابسکرایب، دیگه واقعا حمایت کنین دیگه. ما واقعا هر کاری که دستمون برمیاد داریم انجام میدیم و میگم شما کمکاتون به ما واقعا دلگرمی میده و باعث میشه که ما خیلی بهتر ادامه بدیم. دوستتون داریم. فعلا خدا نگهدار.